و از ملت شریف تاجیکستان میخوایم که در پی هر شخصی، هر صدایی، هر گروهی که داد از دفاع از شما میزنن نروید. دقت کنید، افراد رو بشناسید، خاصتا افراد و گروه هایی که خط مشی اونها، سیاست های اونها آشکار نیست. معلوم نیست که خودشون رو به کدام کشور فروختن، به کدام دولت فروختن، به کدام استخبارات فروختن. در پی اینها نباشید، الا کسانی که راه و روش و سیاست آشکار دارن، کسانی که آینده فرزندان شما را تأمین نمی کنن، کسانی که عقیده اهل سنت و جماعت را در تاجیکستان تأمین نمی کنن، کسانی که بر علیه روافض، شیعیانی که در تاجیکستان فتنه و آشوب مذهبی میخوان برپا بکنن، سیاست‌های آشکاری در مقابل اونها ندارن. امروز به بهانه‌های مختلف میخوان که از شیعیان ذکر نکنن در سخنهایشان، در برنامه‌هایشان، در سایت‌هایشون، در شبکه‌هاشون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نکنه که ایران ناراحت بشه، نکنه که فلان شیعه و فلان حکومت ناراحت بشه. به دنبال اینها نباشید. هر شخصی، هر گروهی، جنرال حلیم است، گروه 24 است، 25 است، 26 است، هر گروه و حزب نهضت است. یک بار تجربه کردید، یک بار حزب نهضت شما را فروخت، یک بار سردمداران حزب نهضت شما را فروختن به روسیه و ایران، یک بار آرمانها و اهداف شما را زیر پا گذاشتن. همینایی بودن که به خاطر کرسی و مقام و منصب اومدن شما را فروختن. این حقیقت تلخی است که باید بگیم. عقیده و آرمان ملت شریف تاجیکستان را فروختن، شاید به خاطر 4 سامانی که به اونها حقوق میدادن، شاید به خاطر کسایی که در تهران برای اونها قصر و آرگاه و بارگاه درست کرده بودن. به هر دلیلی بود آرمانهای ملت رو زیر پا گذاشتن و نتیجهش رو امروز ملت تاجیکستان دارن میبینن. شمایی که در اون روز میتونستید تاجیکستان را به دست بگیرید و حکومت اسلامی در تاجیکستان تشکیل بدید، در اون روز آرمانهای ملت و اسلام و مسلمین رو زیر پا گذاشتید. به هر دلیلی که باشه، هیچ بهانه‌ای از شما پذیرفته نمیشه. او خونهای پاکی که در راه برپایی حکومت اسلامی در تاجیکستان ریخته شد، گریبانگیر شما در دنیا و آخرت خواهد بود. آرمانهای خودتون رو زیر پا گذاشتید. امروز هر کدام شما در کشورهای خارج فرار کردید، رفتید و ملت رو به حال خودشون رها کردید. بهتر نبود که سران حزب نهضت امروز در تاجیکستان کشته می شدن در کنار ملتشون، اما از کشور فرار نمی کردن، ملت رو رها نمی کردن. امروز وقتی حجاب یک خواهر مسلمان از سرش برداشته میشه، وقتی که یک جوان مسلمان به خاطر ریش به شهادت میرسه، سران حزب نهضت در پیشگاه خداوند مسئولید شما و همه گروه هایی که امروز به نام ملت تاجیکستان قیام کردن و داد از دفاع از ملت تاجیکستان میزنن. امروز هر جوان تاجیکی که داره شیعه میشه، هر شیعه رافضی که امروز در تاجیکستان آزادانه داره فعالیت میکنه، به خاطر اینها فردا روز قیامت شما مسئول هستید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هیچ عذری از شما پذیرفته نمیشه. امروز 4 تا صیغه زاده رافضی ایرانی و تاجیک در تاجیکستان آزادانه دارن فعالیت میکنن و شما بودید که به نام اهل سنت، به نام اسلام قیام کردید. کجا شد آرمانها و اهداف شما؟ همه رو زیر پا گذاشتید. امروز در خارج رفتید آرام نشستید و ملت رو به حال خودتون رها کردید. امروز که ایران داره در تاجیکستان فعالیت میکنه، ملت تاجیکستان رو به سوی بدبختی داره میکشه. کجایید شما؟ چرا صداتون در نمیاد؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد ایران صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد خمینی زندیق صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران در تاجیکستان خیانت کرد؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران امروز در تاجیکستان داره فتنه و آشوب مذهبی به پا میکنه؟ تا به کی میخواید سکوت بکنید؟ اگر حزب نهضت تاجیکستان، بذارید یه واقعیت رو براتون بگم، اگر که اینا دلشون به حال ملت تاجیکستان میسوخت، دلشون برای اسلام میسوخت، تا حالا کاری کرده بودن. من متاسف هستم که باید بگم که حزب نهضت و سردمداران حزب نهضت، اینها دلشون برای جیب خودشون میسوزه، دلشون برای قدرت میسوزه. به خاطر همون قدرتی که دیروز ملت مسلمان تاجیکستان رو به امام علی رحمانو فروختن و به خاطر همون قدرت و پولی که
دیروز مبادی و اساسات حزب رو و اسلام رو زیر پا گذاشتن به خاطر 4 لقمه نان، به خاطر چند سامانی، به خاطر یک منصب حق و حقیقت رو زیر پا گذاشتن. نصف حزب رو به ایران فروختن، نصف دیگر رو به امام علی رحمانو فروختن. و امروز شما منتظر این حزب ها و این گروه ها نباشید ملت تاجیکستان که به شما سودی برسانن. اینها کسانی هستند که تاریخ ثابت کرد، این 20 و چند سالی که گذشت ثابت کرد که اینا دلشون به حال شما نمیسوزه. امروز ببینید که پراکنده شدن، در کشورهای مختلف رفتن. همینایی که دیروز داد میزدن که ما صلح حدیبیه کردیم با حکومت تاجیکستان، کجا هستن امروز؟ رسول الله اگر صلح حدیبیه کرد در مدینه برای فتح مکه آمادگی گرفت. شما صلح کردید با حکومت، برای خاری و زبونی و ذلت آمادگی گرفتید. امروز اگر چادر خواهران تاجیک ما را از سرشون برمیدارن، اگر ریش برادران تاجیک ما را میتراشن، اگر امروز با مقدسات اسلام توهین میکنن، رهبران حزب نهضت مسئول هستند. شما هم به آرمانهای حزبتان خیانت کردید، هم به خون پاک اون شهدایی که به خاطر استقلال و آزادی تاجیکستان ریخته بود خیانت کردید. و ملت تاجیکستان و مسلمانان جهان شما رو نمیبخشن. امروز ببینید که در هر گوشه دنیا پراکنده هستن، صداشون در نمیاد برای دفاع از ملت تاجیکستان. چرا؟ منتظر چراغ سبز از ایران هستید که به شما اجازه بده که صحبت بکنید؟ منتظر چراغ سبز از ایران هستید که به شما حق بده یا اجازه بده که فلان عملی رو انجام بدید؟ کسی که به ملتش خیانت بکنه، این انسان هیچ عزت و شرفی نخواهد داشت. و دیدیم سرنوشت حزب‌ها و گروه‌هایی که به ملتشان خیانت کردن، سرنوشت حزب‌ها و گروه‌هایی که خودشون رو به بیگانه فروختن، اونم بیگانه‌ای مثل ایران که هدفش بدبختی و ذلت و دربدری تاجیکستان است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میتونم با آقای انصاری صحبت کنم؟ دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. اسماعیل هستم از دوشنبه. آقای اسماعیل بفرمایید برادر عزیز. میخواهیم بگویم که برادر عزیز شما را به خاطر الله دوست می‌داریم. الله متعال شما را دوست بداره به برادر عزیز. خاطر الله سیدنا عمر را دوست می‌داریم، پیامبر علیه السلام را، و بعد می‌بینیم به خاطر الله پوتین و خامنه‌ای را. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. برادر عزیز اگر شما اجازه دهید به من در مسئله چگونه کشته شدن حاجی علی نظرزاده و چگونه کشته شدن برادرانش صحبت کنم، اگر بدونم که موضوع برنامه نیست. بفرمایید، منتها خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید. بله برادر جان، روزی که حاجی علی نظرزاده فرار کرد و سوی کوهستان رفت و سوی کوهستان رامید، یک برادرش به اسم حیات، میرزا حیات اومده بود، خود تشریف شده بود و یعنی به حکومت تاجیکستان زنده و سلامت. و یک برادر دیگرش و البته برادر بزرگی حاجی حلیم، حاجی کریم، اونم با دعوت یعنی که عدل رفته بود و پلیسگاه. بله. خودش رفته خودش تقسیم کرده بود و یک برادرش هم از خونه‌شان برده بودن به اسم رحیم. درست. و روزی که حاجی حلیم با کشتن این ظالما، این حکومت خونخوار که ما به خاطر الله اینها رو بد می‌بینیم، اونها رو بردن کشتن و اونجا اونها در نوار گرفتن و به خانواده‌اش گفتن که ما اینها را برده بودیم که با حاجی حلیم یعنی که مذاکره بکنن، در روسی میشه پیگوار. اونجا گفته که حاجی حلیم اینها را کشته، در حالی که اینها را زنده و سلامت با دست خودشان با پای خودشان رفته بودن با این پلیسگاه را کشتن. میخوایم گفتن که مردم تاجیکستان باید به خاطر الله اینها را بد بینن. این ظالم ها ببین و اینها رحم نکردن و برادرها اینها رحم نکردن، اینها را کشتن اینها را.
تشکر از شما برادر عزیز آقا اسماعیل. الله از شما راضی شود برادر، از این برنامه خوب شما الله راضی شود. آمین. خداوند شما را از همه فتنه های زمین و آسمانی حفظ کنه. آمین. و دوست عزیز برادر عزیز شما خودتون احتیاط کنید که مریض نشین. ما شما را بخاطر الله دوست می‌داریم. سلامت باشید. تشکر از شما. دور نشین شما برادر جان. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.